سلام و وقتتان بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا صحبت تلفنی کرد. دو طرف تاکید کردند که حملات گسترده طالبان خلاف ادعای صلح آنها می باشد. رئیس جمهور غنی می گوید دشمن نمی خواهد افغانستان دارای قوای دفاعی و امنیتی مستحکم باشد و ای گفته از امروز روز جانفشانی است و پس از 6 ماه مقاومت پیروزی حتمی است. وزارت امور داخله می گوید در 31 ولایت از طرف شب بالای گشت و گذار ممنوعیت وضع گردید. مقامات گفتند کابل، ننگرهار و پنجشیر از این امر مستثناند و در ولایات دیگر از 10 شب الی 4 صبح گشت و فعالیت ممنوع می باشد. در 24 ساعت گذشته 264 طالب مسلح کشته و 176 تن دیگر مجروح گردیدند. وزارت دفاع ملی می گوید عملیات علیه تروریستان جریان خواهد داشت. ایمل ولی خان رهبر ایالتی حزب عوامی نشنل می گوید افغانستان حق دارد از پاکستان نفرت کند زیرا اسلام آباد تروریستان را حمایت می کند که علیه افغان ها می جنگند.